بریم صفحه 110. به مثالهای زیر توجه کنید. خب نگاه کنید، دو طرف تساوی ها رو اومده با هم دیگه جمع کرده. 2 با 5 شده 7، 2 با 5 شده 7، یعنی فرقی نمیکنه. x با 2x شده 3x، x با 2x شده 3x. 1 کیلوگرم و 1 کیلوگرم با 1 کیلوگرم شده 3 تا 1 کیلوگرم. 2 کیلوگرم و 1 کیلوگرم جمع شده چی؟ 3 کیلوگرم. از این مثال نتیجه میگیرید اگر دو طرف تساوی رو با هم جمع کنیم تساوی برقرار است یا تساوی به دست آمده مجدد برقرار. با توجه به نتیجه‌ای که از سوال‌های بالا گرفتی توضیح دهید چگونه دستگاه معادل خط زیر حل شده است. در هر قسمت مشخص کنید از کدام نتیجه استفاده شده است. ببینید اومده گفته که دو طرف تساوی با هم دیگه جمع کردیم. خب تساوی که تغییر نمیکنه، ولی چه اتفاقی افتاده؟ این ایگرگامون حذف شده. منفی ایگرگ با مثبت ایگرگ ساده شده 2x، یک به علاوه 3 هم شده 4. حالا وقتی ایگرگ حذف شده شما میتونید معادلش رو به دست بیارید، معادله اینو حل کنید، میشه x مساوی 2. حالا x به دست اومده 2. وقتی x به دست اومده 2، اگر شما تو یکی از این معادله ها، حالا هر کدوم که خودتون انتخاب میکنید، مقدار x رو مجدد بارگذاری کنید و قرار بدید، میتونید مقدار y رو به دست بیارید. یعنی محل برخورد دو تا خط به دست میاد که نقطه 2 و 1. پس چیکار کردیم؟ تو ابتدای قضیه اومدیم یکی از متغیرامون رو حذف کردیم که اینجا y حذف شده، مقدار x رو به دست آوردیم. بعد که مقدار x رو به دست آوردیم شروع کردیم حل کردن، مقدار y هم به دست آوردیم. تو قسمت ب چی کار کردیم؟ تو قسمت ب اگر شما بیاین این عبارت رو با هم دیگه جمع کنین حاصلش میشه 3x به علاوه y مساوی 7. چیزی که به دست اومده نمیتونید با ذات شما بیاین مقدار x و y رو حساب کنید. عدد گذاری میتونم بکنم ولی باز شما دقیق مقدار x و y تون به دست نمیاد. پس باید بیایید چی کار کنین؟ با تغییری که از صفحه قبلی یاد گرفتیم، یعنی اگر بیایم یه معادل خط رو توی عددی ثابت ضرب بکنیم معادل خط هم تغییر نمیکنه، همون قبلی است. اومدیم یه کاری کردیم که ضریب y مون یکسان بشه. الان اینجا ضریب y 2، اینجا ضریب y 1. وقتی 2 رو توی ضرب میکنیم ضریب y 2 شده، این مالی هم 2 شده. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که این منفی 2y ولی پایینی مثبت 2y. در این صورت اگر بیایم دو طرف تساوی با هم دیگه جمع بکنیم 2y با هم حذف میشن. خب شده 5x مساوی 10، x به دست اومده 2. دو مرتبه میام یکی از معادل خطای بالا رو به دست میاریم یا در نظر میگیریم. هم میشه اینو در نظر گرفت، هم اینو، هم اینو، هم اینو، فرقی نمیکنه. مقدار x رو 2 میذاریم، 2 گذاشیم تو عبارتمون، میشه 2 به علاوه 2y مساوی 4. بعد حلش کردیم y به دست اومده 1. پس روش دومم واسه حلش اینه که ما ضریبا رو چیکار کنیم؟ یکسان کنیم. یکی از راه‌های حل کردن دستگاه معادل خط حذف کردن x و y، x یا y، تا به یک معادله یک مجهولی برسیم. وقتی x y تو معادله بالا حذف شد شما یه معادله یک مجهولی به دست آوردید. نام این روش رو میگن روش حذفی. پس تا الان دو تا روش یاد گرفتیم. یکی روش رسم بود، یعنی رسم میکنیم به دست میاریم واسه حل دستگاه دو معادل دو مجهول. یکی روش حذفی بود که الان یاد گرفتیم، میایم یکی از متغیرها رو چیکار میکنیم؟ حذف میکنیم. بریم این دستگاه رو حل کنیم. خب اگر نگاه بکنید ضریب x اینجا 1، اینجا 4، اینجا منفی 1 ضریب y، اینجا 2. ما میتونیم با ضرب کردن یه 2 تو این عبارت ضریبای y رو قرینه کنیم. خب میشه 2x منهای 2y مساویه با 6، 4x به علاوه 2y مساویه با 6. خب
دو طرف تساوی با هم جمع میکنیم، میشه 6x مساویه با 12، x به دست میاد 2. تو یکی از معادله‌ها مثلا این قرار میدیم، میشه 2 منهای y مساوی 3، 2 میره اون بر از 3 کم میشه، y میشه -1. پس محل برخورد اون میشه 2 -1. یه نکته دیگه، من میتونستم بالا رو توی -4 ضرب کنم که ضریبای x مون قرینه باشن، اشکالی نداره، ولی میگردیم دنبال کار راحت تر. بریم این یک. خب اینجا الان نگاه کنید همه تقریبا ضریب 1 ندارن. من میتونم هم y رو حذف کنم هم x رو، ولی اینجا برم سراغ x ها. برای اینکه ضریبای x رو یکی بکنم باید ضریبای x هم کمیمیم باشن، کمیمیم هم دیگه. کمیمیم 3 و 2 میشه 6، پس بالایی رو توی -2 ضرب میکنم، پایینی رو تو 3. میشد بالایی رو تو 2 ضرب کرد، پایینی رو تو -3. این کارم میشد. خب چی میشه؟ -6x به علاوه 10y مساوی -2، 6x به علاوه 9y مساوی با 21. حالا این ور x ها هست میشن، میشه 19y مساوی با 19، y میشه 1. حالا که y به دست اومد تو یک از این معادله ها میذاریم، میشه 2x به علاوه 3y مساوی با 7، 2x مساوی با 4، x هم میشه 2. پس میشه 2 و 1. بریم بعدی. توی بعدی بهتره ضریبای y رو قرینه بکنیم و حذف بکنیم، چون 2 هم فقط کافیه یه منفی توشون ضرب کنیم. یه -1 تو پایینی ضرب میکنم، میشه 3x به علاوه 2y مساوی 50، -2x منهای 2y مساوی -35، میشه x مساوی با 15. x هم به دست اومد 15. حالا 15 رو تو عبارت میذاریم، مثلا تو عبارت پایینیه، میشه c به علاوه 2y مساوی با 35، y میشه مساوی با 35 منهای 35، 5 تقسیم بر 2 هم میشه 2. خب پس جوابمون شد 15 و 2/2. صفحه 110. خسته نباشین.